وقت شما بخیر. دیروز تو رادیوی ماشین آهنگی از جان لنون پخش میشد که خیلی قشنگ بود. شاید شما هم این آهنگو شنیده باشید. اسمش هست ایمجن. مخصوصاً اونجا که تو آهنگ میگفت یه لحظه تصور کن اینو که همه مردم دارن در صلح زندگی میکنن. شاید بگی من یه خیال پردازم، باشه، ولی فقط من نیستم که خیال پردازم. این آهنگ بی اختیار منو یاد این جمله هم انداخت. اگه به زندگی در واقعیت عادت نکرده ایم، توان روبرو شدن با اونو نخواهیم داشت. و این جمله عزیزانم چقدر با واقعیت زندگی ما همخونی داره. واقعیت همیشه آسون نیست. گاهی با درد همراهه، با شکست همراهه، ناامیدی ها داره. اما اگه خودمون رو عادت ندیم که تو دل واقعیت زندگی کنیم، هرگز توان اینو نخواهیم داشت که باهاش روبرو بشیم. در زندگی همه ما تروماهایی هستش که طوری بسته‌بندیشون کردیم و تو گوشه ای از درون گذاشتیم که هیچ وقت جلوی چشمون ظاهر نشن. شاید با این کار موقتاً احساس راحتی بکنیم، ولی عزیزانم واقعیت اینه که اونها همیشه اونجا خواهم بود. نمیدونم فیلم ماتریکس رو دیدید یا نه. فیلم جالبی است. تو فیلم قهرمان باید بین دو انتخاب تصمیم میگرفت: زندگی در دنیای خیالی که راحت ولی دروغین بود، و یا پذیرفتن واقعیت که سخت ولی حقیقی بود. قهرمان فقط زمانی که واقعیت رو پذیرفت تونست به هویت و رسالت واقعی خودش برسه. زندگی ما هم همینه. اگه از واقعیت فرار کنیم هرگز به رشد و آزادی حقیقی نمیرسیم. واقعیت مثل آینه ای هستش که حقیقت رو بی پرده نشون میده. گاهی شیرینه، گاهی هم تلخه، ولی تنها راه بالغ شدن، تنها راه رشد، زندگی کردن در بطن اونه. یادتون هست استادمون چه گفت؟ حقیقت رو خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. عزیزانم، آزادی زمانی میاد که در کلاس زندگی واقعی بشینیم و اجازه بدیم که خدا ما رو تعلیم بده. مسیح اینو هم به ما گفت: هر که میخواد منو پیروی کنه باید صلیب خودشو برداره. صلیب همون واقعیت سختی هستش که در دعوتمون میپذیریم، ولی زندگی تازه هم عزیزانم از همونجا شروع میشه. کسی که از واقعیت فرار میکنه مثل بیماری هستش که دارو نمیخوره. شاید موقتاً احساس راحتی بکنه ولی هرگز شفا پیدا نمیکنه. همشاگردی ها، واقعیت جای ملاقات با خداست. اگر چشامونو به واقعیات ببندیم درست نخواهیم دید و گم خواهیم شد، ولی اگه شجاعانه بایستیم و به خدا توکل کنیم، در بطن همان واقعیت سخت و تلخ قدرت و فیض او را تجربه خواهیم کرد. پس یاد بگیریم که نه تنها با واقعیت روبرو بشیم، بلکه در دل واقعیت زندگی هم بکنیم، چون همان جاست که خدا ما رو عوض میکنه، همان جاست که آزادمون میکنه، همان جاست که پیروزمون میکنه. به دیسیپلین فیض ادامه بدیم.